جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. با برنامه روزانه ماه مبارک رمضان، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم که در این قسمت نیز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول بینندگان عزیز، از سوالایی که از طریق SMS فرستادین، از طریق ایمیل فرستادین آغاز میکنیم برنامه را و شماره تماس نیز زیرنویس خواهد شد و لطف کنید که سوالاتون را آماده داشته باشین تا وقتی که تماس میگیریم بلافاصله سوالای مختصرتون رو مطرح کنید و زیاد وقت برنامه گرفته نشه تا بتونیم سوالای زیادی رو جواب بدیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن اگر داراییمان به حد نصاب زکات برسه فطریه‌مون بیشتر میشه یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آنچه که در میان اهل سنت و الجماعت و فقهایشون ثابت هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده این است که تفاوتی در میان فقیر و غنی وجود ندارد. صدقه فطر برای همه حکمش یکسان هست، یک واجب شرعی هست و روایتی که در این زمینه وارد شده از حضرت عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنهم اجمعین، در این روایت هیچ گونه تفاوتی در میان فقیر و غنی وارد نشده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی الذکر والانثى والعبد والحر والعبد والكبیر والصغیر. یعنی هیچ تفاوتی رو در اینجا بیان نکرده. فرمودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات فطر را یک صاع از خرما یا یک صاع از گندم برای مرد و برای زن، برای آزاده و برای برده و برای کوچک و بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض کردند، تعیین کردند و هیچ گونه در این روایات تفاوتی در میان فقیر و غنی ثابت نشده. پس بنابراین صدقه فطر یک صاع هست، یعنی قریب 3 کیلوگرم احتیاطاً 2 کیلو 700 گرم به بالا و این تفاوتی نداره، هم برای فقیر و هم برای غنی، هم برای کسی که در شهر سکونت دارد و هم برای کسی که در بیابان یا روستا هست، برای زن و مرد، برای آزاده و برای برده، برای کوچک و بزرگ هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود ندارد و صدقه فطر برای همه یکسان هست. غیر از این روایت دیگر هم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در مسند امام احمد رحمت الله علیه که از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نقل شدند که در اون روایت حتی غنی و فقیر هم در اونجا ذکر شده. غنی و فقیر صراحتا در این روایت اومده. منتها روایت از این روایت مرفوعش که در مسند امام احمد اومده از نظر محدثین اشکال داره، زیرا که یکی از رامیانش اگر اشتباه نکنم نعمان
هست نعمان ابن راشد که این راوی با اینکه صدوق هست منتها ضعیف هست و سیء الحفظ هست، به خاطر این اصل روایت ضعیفه. منتها روایت دیگر هست که موقوف بر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است. موقوف یعنی قول خود حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است. به صورت مرفوعش یعنی به نقل از رسول الله این ثابت نیست و ضعیف هست روایتش. منتها موقوف بر خود حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در واقع ثابت هست که ایشون گفتن علی کل حر و عبد ذکر او انثى صغیر او کبیر فقیر او غنی صاع من تمر. فقیر او غنی در این روایت صراحتا اومده و این قول حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از. و خطا این گونه موارد رو نمیشود با قیاس گفت یا از طرف خودش گفت، حتما از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدن. غیر از این عرض کردم که کلیاتی که در زمینه صدقه فطر وارد شده در میان اونها هیچ دلیلی برای تفریق بین غنی و فقیر وجود نداره. پس بنابراین حکم غنی و فقیر هر دو تا یکی هست. صدقه فطرشون یا فطریشون از نظر شرعی مساوی هست و تفاوتی با هم دیگر نداره. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است و باز از بینندگان درخواست میکنن لطف کنید که سوالاتتون رو به صورت مختصر آماده داشته باشین تا وقتی برنامه زیاد گرفته نشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفا صحبت کنید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. مثلا یک چیزی که از کتی اضافه باشه به تی انبار انداخته باشه که روز استفاده نکنه، مثلا 5 سال 6 سال بگذره، فرض مثال یا لباسی باشه یا کفشی باشه یا خیلی تیکه فرشی باشه یا چیزی دیگه باشه، او استفاده نکنه همینجوری خراب شه و بهتر، یا مثلا کسی برداره او رو استفاده کنه بدون اجازه صاحب. البته درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی شما صداتون وصل، لطفا صحبت کنید. علیه السلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بچه استاد، ما همسرم تازه طلاق کرده. خب بله. الو، همسرم تازه طلاق کرده. خب وسایل منزل مثلا یخچال، گاز، تلویزیون نه به چه کسی تعلق میگیره؟ اونا من خودم خریدم، پولشونو من دادم. درست. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد یک سخن داشتم. بفرمایید. همین سوال که بعد از نماز بغداد یک ساعت نماز نفل خونده دوباره بپرسین. و باید دوباره سوال تکرار کنید. بعد از نماز بامداد وقتی آفتاب میبره نماز نفل خونده شده جرالت کنم. و باید سوال دیگه بسید چیزی من شخصوات مقصد معدبی من در حق وی دومی نیستم. دوباره سوال دوم تکرار کنید، باز صداتون قطع وصل داره میشه. من چیزی شخصوات دارم دختره. چیزی که مجبور کردم که روزه دختر 6 ساله؟ دختر 6 ساله دارم. مجبور کردم که روزه بگی وی روزه چی من در حق وی دومی نیستم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ با یک دختر دیگه دارم مکتب خونه که دوم خونم نماز پیشی که 15 سکند یک ده بخونم ممکنه؟ شیخ چرا فهمیدین؟ یعنی هنوز سن بلوغ نرسید بهش میگین نماز بخونه، درسته؟ نه نماز خونه مکتب خون توضیح مکتب خون خونه. یعنی چند سالشونه خود؟ یعنی در مدرسه مکتب درس نماز نمیخونن؟ درس مکتب خونن، مکتبی میونه میخونن. مقصد معنی است که 9 ساعت
15 تکم یک در ادیسیون تکسین میخونه ممکنه یعنی؟ انشاءالله در مورد نماز کودکان 9 ساله داخل 9 ساله انشاءالله توضیح میدیم. خوب است؟ چیزی که انشاءالله چون خوب متوجه نشدیم تماس بعدی بنده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم برادر. علیکم السلام. سلام خدمت شما، سلام خدمت آقای عبدالقدوس دیخان برسه. برادر من دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اول ما ایسته که ما که 6 ماه میشه دیگه تقریبا 7 ماه میشه که برادرم ناراحت شدیم دعا کنیم گپ نمیزنیم. به خاطر از اینکه من پروگرامای شما را بسیار زیاد دوست دارم میبینم، عاشق برنامه سال حق هستم، کل پروگرامایش. برادرم خانه ما بوده که ما دعا کرد، ما زیاد می آقای عبدالقدوس دیخان که چیزی میگم و گپای زیاد تایید میکنم، چرا که من زیاد پروگرامای شما را میبینم، عاشق برنامه شما هستم. ما برای او گفتم که آقای عبدالقدوس دیخان یک نماز برای یک پروگرام نماز دست کرده در یوتیوب ما بود. ما به زن برادرم نشان دادم، گفتم بیا ببینی که چه عالم دین داریم که نماز تشریح میکنه بر ما. این یک دفعه یک دیده که برادرم برای من گفت ببخشین البته که من این سوال میکنم دیگه نمیتونم بگویم، برای من گپای دیده تو تایید نکو، ببخشین البته دیگه نمیتونم بگویم. این وهابیسته. به خاطر از او من که از او جنگ کردم. 7 ماه میشه تقریبا 7 ماه میشه که از او جنگ کردم، گپ نمیزنم اصلا. دعا کردیم بسیار زیاد دعای کردن. ما گفتم تو اصلا این گپ از دل خود میزنی، ما چی تو بگوی اگر وهابی او است ما وهابی هستم، چرا که ما گپای زیر شنیدم اصلا اینطور نیست، چرا که او در مذهب امام ابو حنیفه، چرا ما برنامه از از طریق یوتیوب کلش هم میبینم. و برادرم خود دعا کرد حالا که شوهرم هم گپ از او میزنه باز خنده میکنه، نه مزاح کرده، باز میگه باز وقتایی تو میگم من بسیار ناراحت هستم. ما میخوایم که از آقای عبدالقدوس دیخان سوال مرا جواب بده مختصرا که شوهرم برنامه تکرارش دوباره میبینه. ما بسیار ان که شوهرم کم است که پیش جنجال ما بر باشه. ببخشید دیگه این سوال کردم به خاطر که من میخوام شوهرم مشکل پیدا کردیم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ دیگه خواهش تشکر، سوال مرا جواب بدین. ببخشید دیگه مزاحم کردم. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ بعد تراویح، نماز تراویح بعد که 4 رکعت میخوانند، 2 رکعتی تسبیحات میگویند، آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل هست صحیح؟ یعنی تسبیح گفتن بعد از 4 رکعت؟ بعد 4 رکعت. درست. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی، آیا شخص خانه دارد در آن استقامت نمی کند و آن را اجاره می دهد، از پولی که اجاره می گیرد آیا زکات فرض است در آن شخص دادن؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، و از جواب مولانا عبدالقدوس التماس دعا داشتم. الله تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. بیننده گرامی لطفا صحبت کنید. میشنم صحبت کنم. خوبتون سیادنا؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستم. سوال شهریتون؟ سلامت باشین. ما در تهران هستیم. وقتی که شما میگه اذان میتین در تلویزیون مثال حق، بله در مثال حق شما اذان میتین، باز اینجا ما اوقات نماز داریم 24 است، شما 22 اذان میتین. درست. سوال دیگه هم دارین؟ اشاره توضیح خواهیم داد. تشکر از شما. بله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم، خدمت مولانا ابوالشفیقان و شما صدا باشید. بنده میخواستم یک سوالی کنم خدمت مولانا.
یعنی امروز از خواب بلند شدم روزه بودم منتها دارای تب بسیار شدید بودم، تب بسیار شدید، سردرد بسیار شدید، درد پیانو و که بیماری خیلی شدیدی بود، افت فشار داشتم، فشار خونم هست بود. بعد که رفتم دکتر اونجا برام سرم نوشتن، بنده 400 سیستم سرم واسه کردن وارد خونم شد. بعد گفتن که روزه شما باطل شده، یعنی با بیماری شدیدی که من روزه رو نگه داشته بودم، بیماری بسیار شدیدی بود، رفتم اینجا گفتن سرم بهتون باز کنیم، روزه شما باطل شده. بعد برگشتم برای اینکه فشار خونم دوباره از 9 بره به 11 12 مجبور شدم روزمو بشکنم تا فشارم دوباره به حالت نرمال برگرده. آیا من می‌خواستم بدونم گناهی مرتکب شدم، اشتباه کردم، نباید پیش کردم؟ می‌خواستم درست ان شاء الله بازم دریافت می‌کنیم. این سوال از خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بله من سوال از آلمان گپ میزنم. سوال ما ایست که ما عروسی کردیم و شوهر من یک رابطه خراب کرد، فامیلم داره، من خودم کار میکنم، اگر با مادرم یگان به خدمت کمک کنم یک توفه بسرم، مادرم نمیگیرم، گناه دارم. ما میخوایم من این گپا بفهمم که حقیقت است یا نیست و شوهرم هیچ وقت نخواد راضی شم که ببخشد. من میفهمم این گپا تنها میخواد شما سوال کنم کس پول کار خودشه. حقیقت است یا نیست. تشکر از لطفتون. تشکر از شما. از بینندگان عزیزم خواهش میکنم وقتی تماس گرفتین لطفا صدای تلویزیون رو کم کنین تا صدا قاطی نشه و ما خوب متوجه سوالها بشیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم محترم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من نظیر هستم از فرانسه تماس شدم. ببخشید یک سوال داشتم، گفتم که بعد از در رمضان دستری اگر دندانه خود برس کنیم، البته بعد آذان، روزه ما مکروه میشه یا نه؟ و در ضمن در رمضان یعنی در شب، در صبح یعنی صبح وقت از خواب پا میشیم بعد سحری دهن خود که برس کنیم روزه مکروه میشه یا نه؟ درست. مسواک بزنید دیگه. بسیار تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون، سلامت باشید جناب شیخ. جناب شیخ چند دو تا سوالی داشتم. خواهش میکنم بفرمایید. سوال اولمون من چند مدتی با خانمم قهر بودم، بعد تو حالت عصبانیت بهش گفتم، چند باری طلاق گفتم بهش و الان با خالت قهر بودی؟ با خانم؟ نه با خانومم. تعجب کردم. بله، بعد الان مشکل خاصی ندارم، یعنی الان با هم هستیم و چند باری من تذکرش دادم این طلاق، حالا این شد طلاقو پس میشه یا یعنی دوباره صلح کردین؟ بله، دو سه باری من تو حالت عصبانی بودم، فشار کاری دوم بوده، بهش گفتم اینجوری و الان با هم خوبیم هستیم. یعنی درست. و سوال دومی، خانمم موقع تو قاعدتی میشه مثلا بیر مسجد قرآن بخونه اینا؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه، دستون در نکنه. خیلی ممنون. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفا صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم از شما. بفرمایید سوالتون. سوال ما همین است که بله اگر یک خانم یک طفلی 5 ماه زایه شود بیفته، 5 ماه و یک هفته یک چند دقیقه زنده باشه بعد از فوت کنه، آیا به قدر مادر به کار میاد؟ بله. آیا چی چیز؟ بله
درست. سوال واضحه. سوال دیگه دارین؟ بله دمی باره دیگه هم سوال دارم. اگر 2 ماه 3 ماه 4 ماه همه قدر ها اگر بیفته یعنی صورت بسته نکده باشه زایش و یا در آخرت زنده میشه در روز قیامت یعنی. تشکر از شما. تشکر از شما. انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. دعای بودتون قبول است بزرگوار. سلام. سوال داشتم. اگر خواهر در عدت باشد در دهه آخر کدامی بودد رو انجام دهد و که با او قرآن خواندن ممکن نیست، نماز خواندن ممکن نیست، چیکار کردن لازم است؟ دیگر سوالی نداشتم. الله جزای خیرتون دهد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آخرین تماس رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. برادر من سوال حق و لطفا سوال شرعیتون. بله سلام علیکم برادر. از سویدن تماس گرفتیم. میرا هستم و من یک مشکل داشتم درباره ماه رمضان. اینجا وقتی که هواش سویدن بسیار تا تقریبا 12 به شب هوا روشن نباشه و تاریکی نمیشه یا آفتاب نمیشه تا 12 به شب. ما از یک اپ به نام مسلم پرو استفاده میکردم که مثلا نماز میخونم در روزه خودم میگیرم و به خاطر از اینکه در شهر ما مسجد وجود نداره. اما امروز ما از یک دوستم خبر شدم که اونا در شهر دیگه ما که 50 دقیقه از ما دور است مسجد هست و اونا یک لیست گرفتن که مثلا در این تایم نماز خود بخونن، در این تایم افطار کنن و در این تایم میتونن که مثلا سحری خود بخورن و اونا 9 بجه شب میشه که افتاد هیچ کاملا نمیشینه. من مشکل ما برادری است که نمیفهمم که ما با می اپی که دارم روزه خود افطار کنم که ساعت 10 دقیقه شب سویدن میشه یا ای که با مو ورقی که از طریق مسجد که دوستایم گرفتن که ساعت 9:21 دقیقه باید روزه افطار شود در او افطار کنم. درست. سوال دیگه دارین؟ و بله برادر قند دیگه ای که درباره افطار وقتی که ما روزه خود افطار میکنیم سویدن تا تقریبا 12 به شب افطار میباشه، افطار نمیشه. و یک دوست سوال دوم یک دوست یعنی آفتاب هست افطار میکنه درسته؟ چون که چیز هست. بله آفتاب افطار میکنیم. درست. تقریبا 12 به شب آفتاب گم میشه، 12 و نیم به شب. درست. سوال باز ان شاء الله توضیحشو جوابش دکتر میدم. سوال دیگه سوال ما صوت محترم فهمیدین؟ بله بله. 12 شب شما گفتین 12 شب که مثلا عروسی کنم 12 شب هوا روشن است. 12 شب میگه آفتاب غروب میکنه. خب طلوع فجر چه وقته؟ نماز صبح چه وقت میخونید شما؟ 15 دقیقه نماز صبح آذان میده و ما از یک اپ به نام اسلام پرو استفاده میکنم. بله یعنی 2 ساعت شما فرصت دارید. 15 شب. بله بسیار خوب. و اگر استاد محترم اگر کدام اپ خوبه مثلا بهتره میفهمم برای من رانمایی کنن و یا ای که ما می ورقی که دوستایم از مسجد گرفته که شهر دیگه ای که از ما 50 دقیقه دور است از او استفاده کنم. استاد محترم بسیار زیاد خوش شدم و شکرگزار هستم از خداوند که امروزتون به تماس شدم. سلامت باشین. و جواب سوال خدا بگیرم. ان شاء الله. و من یک سوال یک دوستم داره هستن. بفرمایید. دم سویدن. اونا تقریبا 1 سال میشه 2 سال میشه شوهر خود دور شدن اما پس میخوان با شوهر خود یک جای شوهری که مثلا زندگی کنن. آیا میتونن یا نه؟ یعنی طلاق دادن یا متارکه کردن؟ فقط در روی یک ورق نوشته شده که مثلا که او هم شست خودم مانده یا هم شست خودم مانده که مثلا ما از هم جدا میشیم. بلفظی اصلا هیچ طلاقی نداده، هیچ چیزی نگفته که مثلا ما شما مییم باید طلاق گفته شود. یعنی فقط یعنی روی یک برگه نوشتند که ما از هم دیگه جدا میشویم. بله فقط نوشته شده که مثلا
بچه من خانم خود در ورق گفته ما طلاق دادیم و خانم خود طلاق میدم و در حق مارشم ما پسرش میدم. درست. پسرش میدم. و با ارتباط می سوال استاد محترم و پیش از اینکه مثلا این دو تا ازدواج کنن بینشان بعضی اشتباهات با وجود آمده بود که خانم پیش از اینکه عروسی کنه باردار شده بود. درست. تشکر از شما. ان شاء الله بازی دریافت می‌کنم. استاد امی طفل از یا چطور میشه؟ آلی یک بچه‌ک دارن. درست اینو ان شاء الله متوجه شدیم توضیح میدم. استاد محترم بسیار خوش شدم و افتخار به این میکنم مثل شما و مسلمانا داریم و افتخار دین ما هستین و با افتخار برادر قلب ما رو به دعاهایتان فراموش نکنین برادر. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم دوباره باز خواهیم گشت در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما شخصی را دید که در مال و خلقت بر وی برتری داده شده است به پایین تر از خود بنگرد. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا. نحيا ونرشف من شذا. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و گناهکارانی که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند الله بدیهایشان را به نیکی تبدیل می کند و الله بسیار آمرزنده و مهربان است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد پس همانا او به سوی الله باز می گردد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. عرض سلام و خسته نباشی مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که اگر چیزهای اضافی در انبار باشه که صاحبش استفاده نکند آیا اجازه داریم که بدون اجازه برداریم؟
نه، هیچ کسی اجازه ندارد که از مال کسی بدون اجازهش استفاده بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. استفاده از مال فرد مسلمان جایز نیست مگر با طیب خاطر و رضایتش. تا زمانی کسی رضایت نداشته باشه کسی دیگر حق اجازه از اموالش و وسایلش رو ندارد. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن که همسرشون رو طلاق دادن، حالا وسایل منزل به چه کسی تعلق میگیرن؟ اگر مواردی که جزء مهریه بودند، یعنی ثبت شدن برای زن و جزء مهریه هستند، اینها به زن میرسند و وسایلی رو که شوهر در منزل گرفته، مال خود شوهر هست، در منزل هست، اینا مال شوهر هستند. یعنی چیزی که جزء مهریه نیست مال خود شوهر هست و مواردی که جزء مهریه شمرده میشوند اون مال خانم هست. منتها باید در این زمینه با هم دیگر مصالحه بکنند. مواردی رو که مخصوص خانم ها هست اینو به خانم تحویل بدن و چیزهایی که مخصوص آقایون هست اینو به آقایون به خودش برداره و تا جایی که ممکن هست وقتی که از هم دیگر جدا شدند اون احسان و احترام یکدیگر رو باز هم داشته باشند. اگر یک چیزی رو به عنوان هدیه به زن بدهد از وسایل منزل، این نشانه کرم و مردانگی هست. جزاکم الله خیر. بعد از نماز صبح وقتی که آفتاب بالا آمد آیا اجازه خواندن نفل هست؟ بله، بعد از نماز صبح وقتی که آفتاب بر بیاد، یعنی بعد از طلوع آفتاب تقریبا 10 دقیقه بعد از طلوع آفتاب وقت خواندن نماز هست و که نماز اشراق یا نماز ضحی یا نماز اوابین که در واقع هست، وقتش بعد از اشراق شروع می شود، بعد از طلوع آفتاب تا قبل از ظهر، قبل از استوا 10 دقیقه تقریبا تا اون وقتش ادامه دارد و بهترین وقتش زمانی هست که آفتاب در واقع بلند شده باشد و یک مقدار هوا گرم شده باشد. این وقت خواندن نماز ضحی هست. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن که دختر 6 ساله دارن، آیا اجازه دارن به زور او رو مجبور بکنن که روزه بگیرد؟ آیا ظلمی کرده؟ روزه دختر 6 ساله، فرزند 6 ساله از نظر شرعی مکلف نیست و شما نمیتونید اون رو مجبور بکنید و اگر اذیت میشود نمیتواند روزه بگیرد، مثلا روز بیدار هست، مدرسه میرود یا بازی میکند و نمیتواند روزه بگیرد، این لازم نیست که شما بر اون فشاری وارد بکنید. اما اگر اکثر روز خواب هست و نهایتا میتواند روزه بگیرد، باز هم از نظر شرعی اشکالی نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دختران روزه میگرفتند و اونها رو مشغول میکردند، یعنی اسباب بازی چیزی دست رو میدادند تا اینکه سرگرم بشوند. اگر دختری یعنی توانایی روزه گرفتن رو داشته باشند میشود تشویقش کرد، اما اینکه اجبار بکنند، بهش غذا ندهند، حتی مجبورش بکنند تا اینکه بچه اذیت بشوند، این از نظر شرعی درست نیست. اما اگر توانایی دارد و خودش میل و رغبتی دارد برای اینکه آماده بشود برای روزه گرفتن، از نظر شرعی اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. نماز خواندن دختر 9 ساله به چه صورت؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که از 6 سالگی به بعد بچه‌ها را امر بکنید به نماز تا اینکه عادت بکنند و دختران و پسرانی ولو اینکه قبل از سن بلوغ هستند از نظر شرعی باید، ولو اینکه نماز بر اونها فرض نیست و تکلیف شرعی نیست، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که ما فرزندان ما رو به نماز عادت بدهیم. درست. ببینید باید در مورد قهر بودن با برادرشون و همچنین مشکلی که با شوهرشون پیش اومده به خاطر اینکه اصطلاح وهابی رو برای شما مصاحبه. در مورد برنامه‌ای که در مورد نماز هست و فیلمی که در مورد نماز بنده ضبط کردم بر اساس احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، با در نظر داشته مذاهب اهل سنت و الجماعت، هم اقوال مذاهب رو من ذکر کردم و بیشترین چیزی تفاوتی که این کلیپ با نماز مذهب حنفی دارد رفع یدین هست، یعنی بلند کردن دستها هست که یا آمین گفتن هست که اینا اشکال در مذهب حنفی هم اینا اشکالی در نماز به وجود نمی آورند و از اعتقاد اهل سنت و الجماعت این است که هر 4 مذهب حق و حقیقت هستند. اما این روش نماز خواندن چون که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال جمهور اهل سنت و الجماعت نزدیکتر بود، من بر اساس احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح دادم و چیزی را از طرف خودم در این برنامه اضافه نکردم و این موارد جز سنت ها هست. رفع یدین در نماز سنت هست، آمین بالجهر گفتن اینها سنت هستند. اگر کسی کلا اینها را ترک بکند نمازش فاسد نمی شود، نمازش صحیح است. اما اگر این اعمال را انجام بده جز سنت های نماز هستند
باشند و هرچه انسان که در نماز بیشتر پایبند آداب نماز باشه، سنت های نماز باشه، ثوابش بیشتر هست و نمازش کاملتر هست و رفع یدین و آمین گفتن بالجهر و بقیه مواردی که من توضیح دادم تمام از احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. و این اختلافی که در میان علما وجود دارد، دیدگاه فقهی که وجود دارد، این به هیچ عنوان نباید باعث ناراحتی و باعث جنگ و اختلاف باشه. این مسائل فرعی هستند، مسائل فقهی هستند و مسائلی هستند که اجتهاد مجتهدین در این مورد متعدد هست، با هم دیگه اختلاف نظر دارند و ما بر اساس قول راجح تر و احادیث صحیح تر مطالبی رو که بیان کردیم در این کلیپ در واقع بیان شده و به هیچ عنوان این نباید باعث رنجیده خاطر کسی بشود یا باعث ناراحتی و اختلاف بشود. جزاکم الله خیر. بعد از هر 4 رکعت نماز تراویح آیا گفتن تسبیحات درسته؟ تسبیح خواندن یا قرآن خواندن یا هر مورد دیگر یا هر عبادت دیگر از نظر شرعی جایز هست، اما از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به عنوان سنت که بعد از هر 4 رکعت گفته بشود چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و ذکر مخصوصی نیست. درست. آیا پولی که از اجاره منزل گرفته می شود زکات دارد یا نه؟ نه، منزلی که برای اجاره دادن هست یا برای سکونت هست این منزل زکات ندارد مگر منازلی که برای خرید و فروش هستند. منزلی که شما ساختید اضافه هست و الان اجاره دادید منزل زکات ندارد و پولش هم زکاتی ندارد مگر در صورتی که این پول جمع بشود و به مقدار 85 گرم طلا برسد و 1 سالی بر آن بگذرد زکات دارد و اگر همینطوری اجاره رو میگیرند و خرج میکنند در این صورت حتی کرایی هم که میگیرند این از نظر شرعی زکات نداره. نه اصل منزل زکات دارد و نه اجاره‌ای که قبل از 1 سال و قبل از این که به مبلغ 85 گرم طلا برسد اگر استفاده بشود باز هم زکاتی ندارد. جزاکم الله خیر. من ولی گفتن که اذانی که شما پخش میکنید ساعت 24 دقیقه یعنی چیز است و اذانی که در تقویم تهران نوشته 22 است. اذانی که ما پخش میکنیم حداقل 2 دقیقه فاصله هست، یعنی حداقل اگر کسی 2 دقیقه قبل از این هم که افطار بکنه روزش از نظر شرعی صحیح است. برنامه‌ای که دارن در پیش شما حتی 5 دقیقه رو مد نظر قرار دادن، ما 2 دقیقه رو احتیاطی گرفتیم. برنامه‌ای که در تهران به دست شما رسیده 5 دقیقه رو در واقع حساب کردن و هر دوتاشون درسته. درست. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که روزه بودن ولی تب گرفتن و درد پهلو و مجبور شدن برن بیمارستان و سرم براشون وصل شد و روزشون رو خوردن. آیا یعنی سرم وصل کردن روزه باطل میکنن؟ با وصل کردن سرم از نظر شرعی جزء شکننده های روزه هست، در حکم خوردن و آشامیدن هست و ایشون بعد از این هم خودشون که روزه رو شکستن از نظر شرعی بر شما گناهی نیست، چون که شما بیمار بودید، مجبور بودید، افت فشار داشتید، پس بنابراین هیچ گناهی برگردن شما نیست. اما این 1 روز رو باید قضا بیاورید، یعنی بعد از ماه مبارک رمضان 1 روزی به خاطر این 1 روزی که الان روزه نتونستن روزه بگیرن 1 روز دیگر به جایش روزه بگیرن، گناهی برگردنشون نیست. درست. جزاکم الله خیر. خواهر سوال کردن از آلمان، گفتن که خودشون کار میکنن و پول رو میفرستن به مادرشان که نیاز دارد. آیا گناهی براشون هست که بدون یا باید از شوهر اجازه بگیرن؟ نه، وقتی که درآمد از مال خودشون هست و خودشون کار میکنن از حقوق خودشون به هر کسی که میخوان میتوانند کمک بکنن. شوهر هیچ حقی در مورد مال همسرش ندارد، حتی از مهریه خودش اگر چیزی رو بدهد این حق اختصاصی خود زن است و درآمدش هم در اختیار خودش است، هر کجا هم که دوست دارند میتواند خرجش بکنند و نیازی به اجازه شوهر نیست. جزاکم الله خیر. مسواک زدن در رمضان در روز اشکالی نداره. مسواک زدن چه با خمیر دندان باشه هم اشکال ندارد یا به مسواک چوبی باشد قبل از ظهر یا بعد از ظهر قبل از غروب باشه هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی ندارد. منتها باید مراقب باشند که مواد خمیر دندان فرو نرود. درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که در حالت قهر با خانم یعنی قهر بودم، طلاق گفتم چند بار و الان دوباره خوب هستیم و عصبانی نیستیم. عصبانیت اگر یعنی یک تعبیر مشخصی رو نداره، اگر صرفا یعنی تصمیم گرفته زنش رو طلاق بده و با صدای بلند طلاقش داده این اسمش عصبانیت نیست. اما اگر عصبانیت به اندازه رسیده که کنترل خودش رو کلا از دست داده، نمیخواسته طلاق بده، ناخواسته از زبانش بیرون اومده و کنترلی رو بر اعصاب خودش نداشته، این عصبانیت که تا این اندازه برسد انسان معاف هست، یعنی چون که نمیتونسته تصمیم بگیره، با تصمیم و ارادش نبوده، در این صورت طلاقی واقع نمیشد. اما اگر دیده و دانسته طلاق داده، عصبانیتش در حدی نبوده که بی اختیار باشد، در این صورت طلاق واقع میشود. جزاکم الله خیر.
رفتن زن در حالت عادت به مسجد و قرآن خواندن. جمهور علما نظرشون در این زمینه این است که رفتن زن به مسجد در حالتی که عادت ماهیانه باشه از نظر شرعی درست نیست و جایز نیست و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا احل المسجد لحائض ولا جنوب در سنن ابو داود. البته این روایت از نظر سندی اشکال داره و اگر صحیح بود که صریح هست در این موضوع، اما تا صحیح نیست، جای اشکال در این زمینه هست. اما روایت دیگری در این زمینه هست، مانند روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم هست که میگه یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفتند که خمره را یا سجاده را گفتند از مسجد بده به من، یعنی در داخل خونه نشسته بودند. میدونیم که دروازه و در خونه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در مسجد باز میشد. گفتند که خمره رو و این سجاده رو به من بده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها گفتند که من که در حالت عادت ماهیانه هستم چطوری بدم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته این حیضت که لیست فی یدک، این حیض تو که در دستت نیست، یعنی دستت که اشکالی نداره دست دراز بکنی از مسجد بگیرید. از این حدیث فهمیده می شود که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این حکم شرعی رو میدونستند که زن حایضه نباید وارد مسجد بشه. به این خاطر گفتند که من در حالت عادت ماهیانه هستم چطوری برم مسجد؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لازم نیست که بروید، فقط دستتو دراز کن، این به اصطلاح خمره یا سجاده رو بگیر. و روایت دیگر در صحیح بخاری و مسلم هست از ام عطیه که در مورد روز عید هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند که زنها حاضر بشوند در روز عید و فرمودند که یعتزلن مصلی المسلمین، اما از جایی که مسلمانان نماز میخونند کنار بروند. به خاطر زنهایی که عادت ماهیانه داشتن یک گوشه در آخر عیدگاه جمع شده بودند. از اینا استفاده می شود که زن در حالت عادت ماهیانه نمیتواند وارد مسجد بشود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسان گفتن که اگر طفلی که 5 ماه یا یک هفته از دنیا بیاد و زنده باشد بعد بمیرد آیا شفاعت میکند روز قیامت؟ و همچنین طفلی که 2 و 4 ماهه از سقط شود آیا روز قیامت زنده میشه؟ در مورد بچه‌هایی که از دنیا بروند یک فضیلت خاصی هست، ثواب عظیمی رو داره. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه در روایتی که در سنن ترمذی هست میگوید که زمانی که یک بچه‌ای از کسی فوت میکند الله متعال از میپرسد از فرشتگان که شما چیکار کردید؟ آیا فرزند و دلبند بچه مرا قبض روح بنده مرا قبض روح کردید؟ میگن که بله. میگه که بنده من در جواب چی گفت؟ میگه هیچی، که گفت الحمدلله و استرجع انا لله و انا الیه راجعون، گفت راضی بود و انا لله و انا الیه راجعون گفت. و الله متعال میفرماید که این گناهانش در واقع بخشیده میشوند، چون این خود لفظ حدیث این است که ابن لعبدی بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد، که یک خانه برای بنده من در بهشت بنا بکنید و نام این خانه بیت الحمد هست. این بیت الحمد این فضیلتی هست و ثوابی هست. و در روایت دیگر اومده در سنن ابن ماجه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی اگر بچی سخت بشود در روز قیامت با همین بند ناف خودش در واقع مادر خودش رو میگیرد و تا اینکه به بهشت وارد بکند. شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو گفتن صحیح است، گرچه برخی از علما گفتند که اشکالی داره. به صورت کلی هر مصیبتی که بر انسان مسلمان بیاد خالی از اجر و ثواب نیست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که خب در روزهایی که زنها عادت هستن به خصوص در دهه آخر چه عبادت‌هایی را انجام بدن که جای نماز و در هنگام انسان باید راضی باشه به قضای الله متعال، همون اللهی که این فضیلت رو به رمضان داده و ما دستور داده روزه بگیریم نماز بخونیم، همون الله متعال هم این عادت ماهیانه رو برای زنان مقدر کرده. پس بنابراین راضی باشیم و حتما به زن این عذرش برای زن در واقع مورد قبول هست نزد الله متعال. و برای زنانی که در عادت ماهیانه هستند میتوانند قرآن رو گوش بدن، حتی میتوانند قرآن تلاوت بکنن. تلاوت قرآن برای زن در حالت عادت ماهیانه هیچ اشکالی نداره. ذکر و اوراد رو میتونند که انجام بدن. اینها جزء عباداتی است که برای زن حایضه هم میسر است. جزاکم الله خیر. بیان بعدی 2 سال در مورد منطقه در زندگی میکنن گفتن که روزها الان خیلی طولانی هست. از چه آیا میتونن از برنامه استفاده کنن مثل برنامه مسلم پرو برای گرفتن روزه و خوردن افطار و عبادت ها،
یا از نزدیکترین شهری که در آن مسجد است؟ نظر من در این زمینه در جاهایی که مثلا روز 22 ساعت از طوری که ایشون میگفتند که 2 ساعت فقط یعنی فاصله شب هست، اینا می توانند که به نزدیکترین شهری که شب و روز طبیعی دارد به اونجا اقتدا بکنند. یعنی شهری که با شما 50 دقیقه گفتید یعنی مسافت راه شد با شما فاصله داره و برنامه‌ای که مرکز اسلامی اونجا تدوین کردن، شما میتونید بر اساس اون برنامه عمل بکنید. اون برنامه‌ای که جمهور و عموم مسلمانان در اونجا استفاده میکنند شما هم از اون استفاده بکنید. از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. و سال بعدی هم خود بیننده گفتن که شخصی با شوهرش 2 سال از هم دور شدن که به صورت یعنی ترک زندگی کردن با هم، به طلاق لفظی نبوده، فقط روی برگی نوشته شده بوده است. همچنین گفتن که بچه‌ای هم دارن که 2 ماه قبل از ازدواج. در صورتی که با هم دیگه متارکه کردن به معنی که خودشون توافق کردن که از هم دیگر جدا زندگی بکنند، این طلاق شرعی حساب نمی‌شود. گفتم فعلا تو برو جدا زندگی بکن، من جدا زندگی میکنند و هدف طلاق نبوده، در این صورت طلاق واقع نمی شود. اما اگر طلاق هم که بوده یک طلاق حساب می شود و این طلاق هم رجعی می شود، می توانند دوباره با هم دیگر ازدواج بکنند. اما اگر به صورت 3 طلاق بوده، یعنی 3 طلاق رو در 3 مرتبه تلفظ کرده طلاقش داده باشه، در اون صورت نمی توانند با هم زندگی بکنند مگر اینکه این زن برود با شوهر دیگر ازدواج بکند و بعد از اون بالفرض طلاق داده بشود یا شوهرش وفات بکند، بعد از اون می توانند با شوهر قبلی ازدواج بکنند. و این فرزندی هم که قبلا داشتند و دوباره با هم دیگر ازدواج کردند، این هم جزء یعنی نسبش از این 2 نفر در واقع ثابت است و هیچ گناهی بر فرزند در این زمینه وجود نداره. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان نیز تشکر می‌کنیم تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر.